بنا به معلومات دریافتی پایگاه خبری بامداد، یکی از کهنه‌ترین بنای شهر دوشنبه مهمانخانه وخش تخریب و به جای آن بناهای بلند آشانه ساخته خواهد شد. کارمندان مهمانخانه هم با تصدیق این خبر گفتند که بنا را به طرح نو نقشه عمومی رشد یا گیم پلان پایتخت تاجیکستان، بنای مهمانخانه وخش الکی در همین سال 2023 باید ویران کرده شده، در جایش چندین بنای بلند آشانه ساخته می شود. یکی از کارمندان مهمانخانه گفت از این رو ما هم آن را تعمیر نکرده ایستاده‌ایم، گرچند تعمیر طلب شده است و شرایط خوب ندارد. مهمانخانه وخش یکی از قدیمترین بناها در مرکز شهر دوشنبه بوده از 3 قبت عبارت است. در گذشته این مهمانخانه که در مرکز پایتخت در پهلوی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قامت افروخته است، جای به قبل پرستیژ دانسته میشد. مهمانخانه وخش با اصول معماری سالهای شوروی بنیاد گردیده خیلی به قوت ساخته شده است و تا قفسی بعض دیوارایش تا 1 متر میرسد. این بنا بغیر از طرح نادرش در پایان سالهای 90 همچون قرارگاه کمیسیای آشتی ملی نهاد ناظر جریان اجرای سازشنامه سال 1997 بین حکومت و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک امضا شده بود. تقسیم سهمیه های 30% مخالفین آن وقت در همین بنا حل و فصل میشد. در زمان فعالیت کمیسیای آشتی ملی مهمانخانه وخش شاهد چندین حالتهای زد و خوردهای مسلحانه در داخل و اطراف این بنا هم شد که بین گروه های ناراضی مخالفین صورت می گرفت. بعد انجام کار کمیسیای آشتی ملی بنای مهمانخانه وخش از نو ترمیم شده آن را دوباره به مهمانخانه تبدیل دادند. در این بنا همچنین دفتر چندین سازمان و شرکت نیز جایگیر شده بود. سالهای آخر در مرکز شهر دوشنبه با بهانه گیم پلان میراث معماری بازمانده از زمان شوروی بهرمانه از بین برده می شود. بر اساس این نقشه که در یگان جا نشر نشده است، الکی چندین بنای میراث تاریخی عصر 20 پایتخت تاجیکستان از جمله پوچتام، کینوتئاتر به نام جامی، تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی از بین برده شده. تخریب بنای سابق کاخ پرزیدنت که در دوران شوروی قرارگاه کمیته مرکزی حزب کمونیستی و شورای وزیران تاجیکستان بود ادامه دارد. برخی به ویژه روشنفکران از تخریب بناهای تاریخی دوشنبه اظهار نگرانی میکنند و میگویند در پایتخت با مقصد بنیاد دوشنبه عصر 21 دوشنبه عصر 20 را از بین برده ایستادند، ولی طرفداران بازسازی شهر بر اینند که به جای بناهای پست و نظرناگیر بازمانده از دوران شوروی در پایتخت تاجیکستان بناهای زمانوی قامت افراخته ایستادند و دوشنبه به قبل آنها روز تا روز به دوباره مانند می شود.